اگر شما هم از سختی ها و دشواری های زندگی به جان رسیدن، بد نیست به یک قصه گوش کنین. میگه یک روز یک مرده کنار پیله پروانه نشسته بود و متوجه شد که در گوشگه او پیله یک سوراخ ظاهر شده و دید که کرم ابریشم تقلا میکنه که خودش از این سوراخ بکشه بیرون. ساعتها تقلای کرم ابریشم تماشا کرد، اما یک جای متوجه شد که کرم انگار دیگه از توان افتاده، منده شده، ذله شده که دیگه تقلا نمیکنه، تلاش نمیکنه. دل مرده سوخت و رفت یک قیچیگه را پیدا کرد و آورد و سوراخ را قیچی کرد و باز سرش کرد که کرم خودش بکشه بیرون. ای به ظاهر کمک مرده جفایی بود در حق کرم ابریشم که دیگه هیچ وقت نتونه پرواز کنه، چون ساختار و طبیعت این کرم به طور طراحی شده بود که با این تقلا و کوشش یک مایه از بدنش خارج شود که و او خارج شدن باعث می شد که بتونه پرواز کنه. اما با این کار این مرده دیگه هرگز نتونست پرواز کنه و مثل یک کرم فقط روی زمین بخزه. این قصه خیلی از ما آدم ها هم هست، مخصوصا پدر مادرها گاهی وقتا این جفا را در حق فرزندایش میکنه. برای اینکه محافظت کنه به زعم و باور خودشان، در واقع در حق اونا جفا میکنن، نمیگذارن موقعیت های متعدد و مختلف را تجربه بکنن، چون دشواری ها و سختی ها باعث رشد ما میشه. اگر شما هم در شرایط سخت و دشواری قرار دارین، به نظرم خوبه که نگاهتان را عوض بکنین و از اون به عنوان یک پله استفاده کنین برای اینکه خودتان را بالا بکشین و سطحتان را ارتقا ببخشین. ممنون که شنیدین.